من اینجام تا بهتون ثابت کنم استیو قوی ترین شخصیت تو دنیای گیمه. همونطور که میدونید از نظر هوش مصنوعی و خیلی های دیگه ندرایت سنگین ترین آیتم بازیه. و حالا اگه ما یه ست ندرایتی بپوشیم میبینیم که استیو خیلی راحت راه میره، با اینکه یه زره خیلی سنگین تنشه. حالا اگه کل اینونتوریمون پر از ندرایت باشه بازم خیلی راحت راه میره استیو. و این موضوع توی سروایول هم صدق میکنه و هیچ فرقی نداره. و حالا اگه اینونتوریمون پر از شالکر باکس باشه و اگه ما توی همه اون شالکر باکس ها استک های 64 تایی بلاک های ندرایتی رو بذاریم و اون شالکر باکس رو بکنیم، به راحتی باز هم میتونیم اونو حمل کنیم. تا اینجا که دیدی لایک و ساب کن یادت نره. دمت گرم. و اگه ما این کار رو پیوسته ادامه بدیم و توی اینونتوریمون پر بشه از شالکر باکس هایی که توشون بلاک ندرایت وجود داره مثل این شالکر باکس، ببینیم که استیو به راحتی راه میره و میپره.